من یه تله مرگ بزرگ ساختم و تازه این فقط یکی از تله هاییه که ساختیم. در ازای هر تله‌ای که این شرکت کننده بتونه رد کنه $100,000 گیرش میاد. ولی اگه حتی یه تله رو هم ببازه همه چیزو از دست میده. تله اول ساده است. اون باید از قفس بیاد بیرون و از خروجی روی سقف خارج بشه قبل از اینکه دیوارا لهش کنه. مک حاضری یا نه؟ حاضرم. مطمئن؟ برو دیگه. یکم بیادبه ولی باشه. چجوری باید از اینجا بیام بیرون؟ هی مک راهنمایی میخوای؟ سقفو چک کن. نه در پای $100,000 مسخه. فقط اینقدر مونده سیگرا بهش برسه. صندلیو چرا داری میشکنی؟ مک زود باش دیگه. منظورمو میذارم خفه دیگه. قراره که دیوارا بستشن. مک زود باش. بیا دیگه. زود باش. بیا بالا. خوبه. $100,000 بردی. اما یه لحظه صبر کن ببینم. یه لحظه. اما من همین الانشم یه تله دیگه واسط آماده دارم و اگه رو این $100,000 تا ریسک کنی میتونی $200,000 تا ببری. بهش فکر کن ولی اگه بگی نه من دیگه ویدیو ندارم. علیه بزن. شاید الان مک خیلی با اعتماد به نفس باشه ولی هنوز 10 تا تله دیگه مونده که اگه $1,000,000 رو میخواد باید شکستشون بده. ولی اول بیایید ببینیم $200,000 تا رو میبره یا نه. خوش اومدی به تله شماره 2. درو ببندیم. خوب که زیرش نبودیم. تو این دوتا کیف $200,000 پول نقده. تنها کاری که باید بکنی اینه که اون دکمه قرمز رو بزنی یا از این در بری بیرون. اگه اون دکمه رو بزنم چی میشه؟ بزن تا بفهمی. میخوای با هم بیای؟ نه ممنون من همینجا میمونم. خب بیا با هم بریم. برو دکمه رو بزن. یادت نره $200,000 پول بی زبون. من نمیدونم وقتی اون دکمه رو بزنم چی میشه. بابا بزنش دیگه.